درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. چون همیشگی من هستم مریم دولتова در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز یک موضوع دیگری داریم که به زمان وابسته است. موضوع دیگری داریم از روزگار جامعه که برای زندگی هر یک عائله و هر یک فرد نیز تاثیر خودش را دارد. یک فعالیتی است با نام تجارت. از بس که ما در دوره زندگی میکنیم که اقتصاد بازرگانی نام دارد، ما باید بدانیم که بازرگان کیست، تجارت چیست، تا به سوال‌های زیادی که در روزگار اقتصادی هر روزه ما پیش میآیند با آنها جواب داده توانیم. زیرا بدانستن این مسئله ها واقعا حل کردن مسئله های اقتصادی خاندان، مسئله های مادی هر یک انسان کار بسیار مشکل است. زیرا باید دانیم که سبب و نتیجه ها در کجا هستند و چرا بعضا ما در حالت های گرفتار می شویم که مسئله های عادی ترین مادی خودمون رو حل کرده نمی توانیم. درست است. پیش از اون که ما این مسئله رو شرح بدهیم، ما باید بدانیم که انسان یک مخلوقی هست که نیاز به انرژی نیرو دارد. هم نیروی جسمی و هم نیروی احساسی، هم نیروی عقلی و هم نیروی روانی و هم نیروی اجتماعی و طبیعی و معنوی میخواهد. یکی از اون اقتدارهایی که انسان میتواند که نیروی اجتماعی خود را خوبتر کند، درستتر کند، این تجارت است. تجارت این مبادله مالی بین آدمان است. مانندی که انسان ها به دیگر اطلاعات میدهند و ما در کوچه میبینیم که یک چند کس گپ زده ایستاده است، چون نزدیک میشیم به صحبت آنها گوش میدیم، میبینیم که آنها خبری را اطلاعات داده ایستادند، یک دیگر را از اطلاعات تامین میکنند. این مهم است که کدام اطلاعات را انسان میشنود. اطلاعات هایی که موافق زمان باشند، درست باشند و اطلاعات هایی که پرکتیکی عملی باشند، آنها میتوانند زندگی انسانی حاضر زمان را دیگر کنند. برای همین مانندی که انسان ها با محبت، با غذا، با اطلاعات عقلی و فرهنگی و معنوی نیاز دارند، باز انسان در برابر این نیاز دارد به اطلاعات تجاری، اطلاعات مبادله که مالی بین آدمان. ما میدونیم که در هر دور و زمان تجارت یکی از رکنهای مهمی دولت و دولتداری بود. جنگ های زیاد میشد، ولی وقتی که گپ در مسئله تجارت میرفت، دولت ها باید دیگر در یک سمت دیگر باز باید دیگر داد و گرفت مالی داشتند. مثلا ما میدونیم که کاروان ها رو دست نمی کردن، آنها رو محافظت میکردن، راه ها می ساختن، کاروان سرای ها می ساختن. در زمان شوروی باز مثلا پویست ها پیدا شدن، با کشتی ها تجارت میکردن، سمالیات ها پیدا شدن که ما میدونیم که چه خیلی تجارتی بود که در آن یک تنظیمی باز یک سطحی نوی بود. اکنون تجارت هم اطلاعاتی الکترونی شده است که در درون اینترنت در عصر 21 رخ میدهد و ما با این زمان باید مطابق شویم. بله، چنین است. آخر من میخواستم درباره شخصیت تاجر چیزی بگویم که انسانی که تاجر است در کدام دوره ها چگونه یک ارزش داشت. اگر به خاطر بیاریم دوره های قدیم ملت ما رو، تاجر شخصی بود که اطلاعات می آورد. تاجر شخصی خیلی با فرهنگ بود. سوداگر یا تاجر در ادبیات کلاسیکی ما در چهره های گوناگون دارد. درست است که سعدی بزرگ زمان درباره حریصی تاجر چیزی گفته است، ولی در هر صورت تاجر چی کار میکرد؟ تاجر سفر میکرد و با واسطه سفر تاجر هم جهانبینی خودش رو وسیع میکرد، هم از جای به جای مال میبرد، جهان رو میشناخت و برای دیگران اطلاعات می آورد. شاید رادیو و تلویزیون و مطبوعات همان دوره تاجران بودند، زیرا آنها خیلی دانش عجیب داشتند. آنها مردم جهان گشته بودند و جهان دیده بودند. زیرا برای سفر کردن هر کس قدرت نداشت. سعدی بزرگ هم میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامه. هر کس جرأت و قدرت و امکان سفر کردن نداشت و این تاجران آنهایی بودند که پیشاهنگان جامعه بودند و با واسطه سفر نه تنها مال را از مال جای به جای می بردند، اطلاعاتی را می آوردند.
مردم دیگر رو دانشمند میکردن، صاحب اطلاعات میکردن، با اونها خبر میدادن که کشورهای دیگری هستن، مردم دیگری هم هستن، طرز دیگری دنیا هست. یعنی جهانبینی انسان ها رو خیلی وسیع میکردن. و از این رو در بین مردم ما یک مقوله هم هست که میگن که اگر 7 ساله بیاید 70 ساله باید برای زیارتش برود، زیرا او 7 ساله از جای آمده است. او 7 ساله چیزی را میداند که 70 ساله که اینجا زندگی کرده است نمیداند. ولی در دوره زمانی رسید که مثلا در دوره شوروی این ابراز، این قهرمان شکلش دیگر شد. از بس که در دوره شوروی تجارت مال دولت بود، تمام مالی که برای مردم لازم است بود دولت خودش استحصال میکرد، توسط دکانهای خودش به مردم میرسوند. آنهایی که این کار را مستقلانه کردن میخواستند در روی خود جنایتکاران بودند. این چهره منفی شد. تاجر در آن دوره تنها میتوانست شخصی باشد که از نگاه دولت دستوری دارد. مگزین چی مثلا در مگزین کار میکرد، اکسپدیتور بار رو می آورد و اون مگزین میسپرد، صاحب دکان میفروخت. صاحب دکان هم نبود و خدمت میکرد، فقط مزد میگرفت. آنجا مالکیت شخصی داشتن، از بس که در از روی قانون دوره شوروی اجازت نبود و آنهایی که این کار رو بیرون از قانون دولت میکردن به جوابگری کشیده میشدن، به محبس برده میشدن و آنها همچون جلاب، اسپکولانت یک چهره منفی داشتن، ابراز خوب نبود و آنها رو همچون آدمانی حریص، آدمانی گرسنه چشم، آدمانی که با مال و ملک جامعه دست میزنن گویا در همین شکل پیشنهاد کرده میشدن. و این دوره عصر 20 بود، دوره بود که در کشور ما ساخت یک حکمرانی مالی حکومتی دولتی جای داشت. ولی ما امروز رسیدیم به اقتصاد بازرگانی، استقلالیت ملی ما و نه تنها در تاجیکستان، در همه کشورهای پسا شوروی این دیوارها رو شکست و امروز نه تنها دولت تجارت میکنند بلکه هر یک فرد علاوه یک شهروند هر یک کشور حق تجارت کردن دارد. ولی این تاجران از تاجران پیشتر باز هم فرق دارند و باید گفت که مثلا برای کشور ما اگر 20 سال اخیر رو به خاطر بیاریم، این تاجرانی که امروز در بازارها هستند این رو خیلی مشکل رو طی کرده تا اینجا آمدن. در دوره که مثلا به خطری اوضاع قواری نبود، به خاطر بیاریم دوره های سال بعد 90 چند سال رو، برای مردم برای آوردن غذا لازم بود که جون خودشان رو در خطر گذارند و همین طلبات به غذا، ضرورت سخت زنده ماندن باعث اون شد که بازار رو تاجران ناچاری، تاجرانی از ناعلاجی به میدان در آمده پر کنند. اینها می رفتن از جای به جای غذا می آوردن و بعدتر عادت کردن، یاد گرفتن، رفتن از کشورهای دیگر مالهای نیازی مردم، سر لباس، انجام خانه و غیره چیزهای دیگر رو آوردن و سر کردن و یک قشر تاجرانی غیر اختیاری پیدا شد. نه همه آنها در بازار ماندن و در این دوره اگر از نگاه گندری بگیم یک چیز عجیبی دیگر شد. مثلا سالهای پیش در بازارهای تاجیکستان زنها رو دیدن امکان پذیر نبود، در مغازین ها یگان بودن، ولی در بازار مالی مثلا اونجا اصلا مردم میشیدن. زیرا تجارت از روی فرهنگ شرقی کاری زنان نیست، ولی این در این دوره نوعلاجی یک بار در بازار شماره زنان خیلی زیاد شد و امروز ما تاجران موفق زیاد هم داریم از شماره زنان که دکان‌های زیاد دارن، یک سیت خودشان رو ساختن و خیلی موفق هستن، دنیا دیده هم هستن که از کشورهای دیگر خودشان رفتن مال می آوردن. سالهای اگر به خاطر داشته باشن تاجر ما میدونن که با چه مشکل بار می آوردن، خودشان کشاله کرده می آوردن، خودشان با ماشین‌های رو با پویزدها چه عذاب‌های کشیده می آوردن، هم کار حمال رو میکردن، هم کار خریدار رو میکردن، اینجا فرو آوردن و از مثلا گمرک گذراندن، چه مشکل‌های زیادی داشتن. ولی این دوره مشکل رو آنها قهرمانانه پس سر کردن. ولی امروز تجارت آنها خیلی آسان شده است. آنها می توانند توسط اینترنت و همون مگزین ها دستور بدهند و که رفته یک چرخ بزنند، فلان مال رو انتخاب کنند و دیگر اون طرف کار رو خود خدمتگزاران اون بازارها میکنن، آنها رو جابجا میکنن و توسط نقلیات به اینها میرسانند. اینها از دوشنبه از نقطه بازار خودشون میروند، از وокزال، از جایی که بار می آید رفته بارشون رو میگیرن و تا مگزینشون میرسانند. یعنی کار اینها هم خیلی آسان شد. این شکل تجارت امروزه است که یکمش که امکانیت زیاد دارد، دویمش علاقه مثلا مالی که در تاجیکستان در فروش است از تمام کشورهای جهان است و امروز ما در قدم دیگری هم هستیم. تجارت اینترنتی تجارتی هست که دیگر از اون تجارت های عنعنوی خیلی و خیلی فرق دارد.
عصر 21 با در صحبت گذشته ما گفته بودیم که عصری است که معجزه های زیاده ایجاد کرد که شاید مردم چندین عصر دیگر اینها رو همچون افسانه هم قبول کرده نمیتوانستند. ولی امروز حالتی است که شما میتوانید در خانه‌تون باشید و توسط یک دکمه رو زیر کردن از تلفنتون یا از کامپیوترتون برید در کارتون رو از کدام کشور که خواهید پیدا کنید. درست است. یادآور میشویم که تجارت یکی از رکن‌های فرهنگ ملی ماست، چون که هم در دینی که خلق ما ملت ما پیروی میکنه در اسلام خودی رسول خدا درود سلام بر او تاجر بودن تا آنکه مرتبه پیامبری بگیرن تجارت میکردن. خود امام اعظم هم وقتی که به او آن حاکمان زمان میگفتن که یگان بار مراجعت نکردی میگفت که تجارت دارم و خودی گویم که ملت ما در یک زمان سامانیان وقتی که تشکل میافت در یک موقع گیوگرافی بود که آن سرحدی گویم که دولت امان دوره پیدا شده خلیفت بود و در وقتی که داد و گرفت هایی که خلیفت اسلامی میکرد به دیگر دولت ها از همین سرحد ما میگذاشتند و بسیار وقت که کلمه تاجیک رو همین اصطلاح رو گوناگون شرح میتیند که از کجا برآمده است چه خیل است و من فکر میکنم که در برابر اگر ما دیدی یک اقتصادی کنیم میبینیم که تاجیک و تاجر بسیار مانند است و همگی حرف آنها رو فرق میکنند و بسیار خلقهایی که مثلا سرکرده تا خودی تاتارستان و باشقیرستان و دیگر خلقهایی که مثلا دین اسلام را قبول کردند یکی از سبب هاشون همین تاجرهایی که تاجیک بودند که در زمان سامانیان با آنها رفت آمد داشتند و داد و گریفت میکردند حتی تا اویغورستانی که یکی از ولایت های حالا که اون در شاهنامه خاقان چین میگفتند که حالا مثلا در قلمرو مملکت خیتای هست آنها هم آن قبول آن فرهنگ اسلامی که دارند و آن تجارتی که آنها با دیگر خلقها میکردند آنها از همین فرهنگ تاجیکانه ما گرفتند. برای همین در خونی مردم ما تجارت یکی از رکنهای مهم است و آن رو امروز بیدار کردن لازم است. مثلا ما البته میدونیم که فرهنگ داریم، معنویات داریم. تجارتی که مردم ما تا این دوره ها میکردند این تجارت چنان شد که در همین سمت هم یک فرهنگ خوب در تجارت ایجاد شد و این فرهنگی که رعایت قانون و قاعده های تجارت که سبب آن شد که تجارت این مردم در دیگر خلقها انتقال می‌یافت و آن را نمونه می‌گرفتند. تجارت فرهنگ بلند تجارت سبب آن میشد که بسیار خلقها داد و گرفت های اقتصادی مالیوی و فرهنگی میکنند و ما در مثال میتوانیم بگوییم که خلقهای جزیره های اندونزی که یکی از دولت هایی که ما رو امروز همچون مالزی میشناسیم دین اسلام را در آن حالت قبول کردند که شاه آنها دید که یک تاجری که در آنجا داد و گرفت دارد عدالت را رعایت کرد و برای برپای عدالت برگشته به آن دولت آمد تا اینکه عدالتی که خواسته او فرهنگی او در آنجا گوییم که نگاه داشته شود از سبب اینکه یکی از تاجران آنجا یک خطایی را صادر کرده بود. چون شاه این عدالت را بدید و به اون معقول شد و فهمید که این فرهنگ بزرگ است و آن را به خلق خود گفت. برای همین ما میدونیم که تجارت کردن در برابری کارهای دیگر این یکی از رکن‌هایی است که انسان میتواند اقتصادیات شخصی اقتصادیات فردی خود را بسازد. بله این مخصوصیت عصر 21 هم در همین است. مثلا در عصرهای گذشته اگر قشرها جدا باشند تاجر فقط تاجر بود، دیگران فقط استفاده میکردن از خدمت او و تاجر البته شخصی فرهنگی بود و غیره چیزهای خوبی دیگر هم داشت ولی دیگران به تجارت دست نمیزدند. یعنی قشر کاسبان بودن، قشر زیایان بودن، عالمان بودن، من نمیدونم شاعران بودن، روحانیان بودن، قشرها تقسیم بودن. حتی در دوره سویتی هم مثلا همین چیز بود. مثلا کسی مغازینچی بود و در مغازین کار میکرد، در دکان خودش و معلم از او خرید میکرد
معلم جای خودش رو با مگزینچه عوض کردن نمیخواست و مگزینچه هم نمیخواست معلم شود. اینها در قشر خودشان استوار بودند. ولی عصر 21 چی دارد؟ امروز از بس که اگر در زمان پیش فقط مال های نیازی مردم، مال که مولیات میگیم اون چیزا اگر که مورد سودا باشن، امروز اطلاعات مورد سودا است. امروز از بس که عصر 21 عصر اطلاعات است، در اینجا خود اطلاعات میتواند درآمد بیارد. مبادله اطلاعات میتواند پولکی باشد. اصلا اگر که عمیق‌تر نگاه کنیم، خود دانشی که ما از مکتب‌های عالی میگیریم، ما مبلغ میسپریم و به ما از اونجا دانش میدهند. این تجارت است. ما به عوض پولمون از دانشگاه دانش میگیریم. ما دیپلم نمیخریم که. ما اونجا برای گرفتن دانش میرویم. و اون مدرک، اون دیپلم به ما داده میشود، اون حجت است که تصدیق میکند که ما این دانش ها رو داریم. ولی امروز همین شکل مبادله اندک وسیع‌تر شده است، گسترده‌تر شده است. امروز هر انسانی که هست میتواند با تجارت مشغول شود در برابر فعالیت دیگرش. عصر 21 توسط اینترنت این امکانیت ها رو داده است. ما میتوانیم مثلا هستن ها مغازه اینترنتی هستن، سوپرمارکت و هیپرمارکت هستن که از توسط اینترنت میتوانید مال آنها رو خریداری کنید. ولی در داخل خود اینترنت هم تجارت هست. تجارت اطلاعاتی است. تجارت ذهنی است. و درست است. یادآور میشیم که سال 2003 فرمان مخصوصی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد که درباره مبادله‌های تکنولوژی اینفورماسیونی و این تجارت عصر 21 یک مخصوصیت بسیار عجیب دیگر دارد. این تجارت انسان ساز است. یعنی اگر که مثلا در تجارت سنتی اگر شما در جای دکان کشید، خودتون میدونید و مشکلات شما تامین کردن این دکان، حمایه اون مثلا از سوختار، از آبخیزی و کیمچی دیگر، دادن حق دولت در شکل اندوز و غیره و کذا. و یک چیز دیگر هم است که اون آسیب هایی که در اونجا هستن، شما آنها رو نمیتوانید بعضا از اون آسیب ها دکانتون رو حمایه کنید. ولی تجارت داخل اینترنتی چی دارد؟ اینجا این خطرها خیلی برطرف شده. در تجارت عنعنوی در بیرون شما باید در داخل دکانتون باشید. اگر اونجا نباشید فروش کردن نمیتوانید و هر قدر زیاد فروش کنید همون وقت درآمد زیادتر دارید. ولی تجارت های امروزه عصر 21 در داخل اینترنت اینها فروش زیاد طلب نمیکنند. اینها مبادله اطلاعات است در اکثر حالتها. و اگر که اون شخص دکانداری که در بیرون سودا میکند، اون معلم یا مربی یا پشتیبان دیگر ندارد. اگر جایی نمیتواند پیش پا میخورد، معلمش خودش است، تجربهش است. جایی که مثلا اگر برار نکرد کارش، مثلا مال آورد که در امروز در بازار پیشرفت نمیکند و خودش میسوزد، خودش مفلس میشود. و هیچ کس اومده با اون نمیگه که این برو بیار، این برو نبیار. میتواند از اون نفر مصلحت پرسد و اون مصلحت اگر اون تجربه داشته باشد مصلحت خوب میتید. شخص خالص باشد میتواند مصلحت خوب بتید. اگر خالص نباشد یا تجربه نداشته باشد اون مصلحت کارم نمیآید. و خطر مفلس شدنشون خیلی زیاد است. بار به فروش نمیرود یا از نر مجبور میشه از نر خودش ارزان فروشد. اگر مال غذای خوراکی باشد میتواند ویران شد و تنها پرتفتن نمیشه، دیگر نمیشه که اون رو از اون درآمد حاصل کنی. و تجارت داخل اینترنتی امروز چی دارد؟ پیش از همه آموزش ها دارد. با کدام نمود تجارت داخل اینترنتی اگر شما سر زنید حتما آموزش دارد. حتما میگن که فلان درس ها است توسط اینترنت آنلاین میتونید یا آفلاین حتی بگیرید، برای شما ادرستون رو بگذارید، ما برای شما روان میکنیم، شما در میکشید، اگر ویدیو باشه تماشا میکنید، اگر کتاب باشه میخونید، اودیو باشه گوش میکنید و این درس ها رو میگیرید. یعنی همیشه آموزش دارد. و همیشه اونجا یک مربی است که شما رو نمیبینید، نمیشناسید، ولی وقتی به او هر سوال میدهید که در فلان جا من کارم پیش نرفت، او جواب میگیرید. یعنی همیشه شما رو از نگاه اطلاعاتی تامین میکنند و شما همیشه محافظت شده هستید. و غیر از این درآمدهاتون هم الکترونی است. من حتی اینجا میدونم که کودکان با توسط کدام یک بازی‌های اینترنتی از در داخل اینترنت که بازی‌های هم شوق انگیز هستند، هم کودک مشغول میشود و در داخل بازی این کودکان درآمد دارند. پول‌های الکترونی هستن اونجا و امروز از بس که بانک‌های ما هم این چیزا رو، این خدمات رو دارن در داخل خودشون و میتونیم ما اون درآمد رو رقم میباید، شما رقم رو میتونید توسط کارتتون روید از همون کدام بانکی که با همون شرطنامه دارد بگیرید. کارت‌های مخصوص هستن که این پول‌ها رو گرفته میتونید و یعنی شما میتونید در خونه‌تون بشینید، اطلاعات بگیرید، اطلاعات بدهید و این میشود تجارت. این خصوصیت خاصی عصر 21 است که این امکانیت‌ها رو برای ما فراهم آورده است. یعنی امروز توجیه دیگر قشر علاهیده میتواند نباشد. میتواند هر انسان در داخل کارهای دیگرش باز تجارت هم
به وجود بیارد، تجارتی هم عملی کند که از اون درآمد علاوه‌ای برای روزگارش داشته باشد و هم جهان بینی خودش را وسیع کند. درست است که در حقیقت ما در عصر 21 می‌بینیم که امکانات‌های انسان وسیع شده ایستادند. مثلا یک کاری که پیش یک کاسب میکرد، از انسان میتواند که یک چند کاری رو برابر کند و از آن جمله کارهای رسمی خود رو، آن کسب دوست داشته خود رو بکند و در برابر اون کسب دوست داشته خود رو یا هنری که دارد یا ملکه دارد آن رو میتواند در گویم که به واسطه سیستم های تجاری آن رو میتواند که به دیگر مردم پیشنهاد کند و مردم آن رو خریداری کنند، چین اگر که استحصالات باشد، چین که ملکه ها یا که دیگر که چیزهایی که انسان و از دست انسان می آید. برای همین در عصر 21 نهایت مهم است که انسان معلومات ناکی مالی فینانسوی گرامتنس داشته باشد. تصور کنید که ما از خوردی اگر فرزندان رو بیاموزانیم که تو بدون که هر چیزی که تو میآموزی یا که مکتب میخوانی یا اینکه مثلا این چیز رو یا این کتاب رو از بر میکنی، این سبب بیان میشد که تو میتوانی آسانتر به هدفها و مقصدهای خود برسی. یعنی که در هدفهای اگر که ما از خوردی فرزندان رو هدفناک کنیم و آنها رو یک سمت روانه سازیم، آنها میتوانند که در آن سمت دیگر آن الیمنت های لازمی که کامپوننت ها و دیتیل های قسم هایی که با آن رو به هدف میرساند آنها رو بیاموزند. از آن جمله فن های گوناگونی که در مکتب میانه هستند، یک معلومات ناکی عمومیه. اکنون این بسیار چیزی نهایت مهم و چیزی برای مردم و حال و چیزی ضروری هست. این البته معلومات ناکی مالیوی است. چی خوردان، چی مثلا کسانی که خانه نشین هستند که یکی از چیزهای خیلی مهمی که میگن صرف جو بودن، صرف کار بودن که برای ما مردم ما خیلی لازم است، آن وقت خود مردم درک میکنن که چی به آنها منفعت است و در وجود آنها پول رو چی طور صرف کنند و به آن رو جدا کنند، هم برای آموزش خود هم برای ساختن شرایط خود و آن چیزهای زیادتیه که حالا به شکل قانون آنها منع میکنند از کردن آنها خودشان این چیز رو درک میکنند و با چیزها لازمی و از آن جمله با آموزش هایی که زندگی آنها را دیگر میکند دست میزنند. و یکی از سبب هایی که مردم بسیار وقت گویم که یک سمت سیاسی را میگیرند و میخواهند که به واسطه آن به آن هدف و مقصد های خود گوی آسانتر میرسند، این چیزی خطا است و پالیتیزاسیون گویم که سیاست نکنی مثلا شعوری مردم ما یکی از سبب‌هاش این سمت اقتصادی، سمت مالیوی نداشتن گویم که تفکری مردم ماست. وقتی که انسان‌ها بدونن که به این سمت آنها خودشان میتوانند آن دستاوردهای عصر 21 و امکانات شرایط‌هایی که دولت داده است آن را استفاده کنند، آن وقت به این چیزهای زیادتی که سبب خرابشوی گویم که آن ارزش‌های ملی و فرهنگی و اجتماعی میشن به آن دست نمیزنند. این به نهایت مهم است که بند کردن تفکر انسان ها با کارهایی که آنها رو به هدفهایشان میرسانند. و یکی از سبب‌هایی که انسان ها به هدفهای خود میرسند این البته دانستن و آموزش اطلاعات هایی که به آنها ضرور است و حتی که در همین سمت ما باید بگویم که یک سایت هایی داشته باشیم که تازه تاجیکی باشند، آنها از طرف بگویم که دانشکده زبان یا که از طرف گویم که دیگر دانشگاه هایی که به همین چیز گویم که مربوط هستند و مسئول هستند، آنها باید در این سمت کار کنند و برای مردم امکانات های وسیعی که در درون اینترنت آموزشی و تجاری و دیگر چیزها هست با آنها رو گویم که روانه سازند و مردم ما روز تا روز زندگیشون خوبتر و بهتر شود. باز در همه عصر 21 در خیلی زینه پیشرفتی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی باشیم که باز به جهانیان فرهنگ نوی گویم که تجارتی عصر 21 رو پیشنهاد کنیم. واقعا بله، عصر 21 و تجارتی که امروز در جهان گسترده است و در تاجیکستان هم هست شکل گوناگونش. ما میدونیم که مثلا همین شبکه تجارت شبکه‌ای یکی از تجارت‌هایی است که در دوام همین عصر 20 آغاز یافت. در عصر 21 اونها خیلی وسیع پهن شد. تقریبا 5000 نمودیان وجود دارد. کشورهای گوناگون از آن استفاده میبرند. در تاجیکستان هم چندین نمودش هست و خیلی
انسان هایی که در این مسئله مشغولن چندین سال باز خیلی موفق هم هستند. ما مثلا میدونیم تنشی، اورفلین، فابرلیک که اینها مال های چیزهایی هستند که با همین توسط شبکه ها پهن کرده میشن. یعنی اینها تجارت های هستند که در همین عصر آنها رو پیدا کرد. اصلا این نمود تجارت زمانی برای زنهای خانشین اختراع شده بود که اینها امکانیت از خانه بیرون بودن 8 ساعت در جای کار بودن نداشتند. ولی امروز این تجارت آدمانی آزاد است. آدمانی هستند که میخوان درباره کار خودشان یک کار دیگر کنند یا وقتشان را خودشان بگذارند، جای کارشان را خودشان انتخاب کنند، فعالیتشان را از خودشان وابسته است و درآمدشان هم در دست خودشان است. اگر برگردیم به مثلا تجارت قدیمه، تجارت عصرهای گذشته که تا عصر 20 آن هم همین در همین شکل بود. تاجر از خودش وابسته بود که بارش چه خیل میگیرد، کجا میبرد، انتخاب از خودش بود، ولی خطرهای زیاد داشت. خطر در راه غارت شدن بود، خطر رفتن رسیدن بود، از هوا، از سیل، من نمیدونم، از باران ها، از طوفان ها آسیب دیدن بود. بعد زمانی رسید که تاجر در اختیار دیگران بود و امروز هم باز گشتیم در شکل بهتری آزادی تاجر. امروز تجارت عصر 21، تجارت شبکه‌ای، همین آزادی تاجر رو تامین میکند. وقتش رو خودش میگذارد، خودش انتخاب میکند که با کدام نمودش مشغول شود. آدمانی هستند که آدمانی مثلا در تلاش نعمت سعودن، دانش بیشتر میخواندن هستند در داخل اینترنت. همین گونه تجارتایی که تجارت ذهنی هستند، یعنی با اطلاعات. بله، تجارتایی هستند که مثلا مال هستند، جای دورو است، جای یگان مالکیت دیگری نیازی مردم است که تجارت کرده میشود. اینها هم هستند. یعنی امکان انتخاب انسانی امروزه خیلی زیاد است و تجارت امروزه خودش هم من گمان میکنم که رسالتش هم از این عبارت است که به انسان امکانیت های بیشتر آزادی بدهد. درست است. ما می‌خواستیم همین چیزا را یک نقطه روشن‌تر کنیم، درست‌تر بمانیم. این آنکه مثلا در عصرهای 20 تا عصرهای 20 استحصالات طلبات آدمان را پورا تامین کردن نمیتونست، برای دیفیسیت نام یک کلمه بود. اکنون عصر 21 چنان شده است که از حساب تکنولوژی که مثلا وارد شده است به فعالیتی انسان که دست زده است یا که انسان آن را ایجاد کرده است و امکانات استحصالات را در جمعیت زیاد کرده است، این سبب آن شده است که مال زیاد شده است. و مثلا تصور کنید که در تاجیکستان استحصال یکی از آن چیزهایی که میخواهد استحصال کند میتواند چنان زیاد استحصال کند که مردمی گوییم که 8 میلیونی که در تاجیکستان زندگی میکنند با آنها بسندگی کند و زیادتی کند و پیدا میشود ضرورت فروش این مال به خارج. و تصور کنید که رفتن نماینده و در آنجا شرطنامه بستن و در بازار جا گرفتن و در آنجا مثلا اندازه آنجا را دیدن و نازک‌های زیادی آن را دیدن وقتی زیادی را طلب میکنند و برای همین هست تجارت درون اینترنتی که میتواند مال خود را به دلخواه آدمانی که در عالم هستند با واسطه اینترنت رکلام کند یا که آنها را پیشنهاد کند و آنها ببینند و این مال را خریداری کنند. ما میدونیم که در تاجیکستان بسیار آسایشگاه ها و بسیار مثلا گویم که استحصالات های گوناگونی که در تاجیکستان هستند، ما چون به وارد تجارت اینترنتی مثلا تجارت اینترنتی میشه میبینیم که آنها در آنجا یک رکلام های خود دارند، پیشنهاد های خود دارند. از این برمی‌آید که امروز مسئله فروش مال هست. فروش است که آن باید دسترسی همه جهانیان باشد و این را اینترنت بسیار تامین میکند و شرایط میسازد و انسان‌های دور میتوانند که به یکدیگر مناسبت کنند و به یکدیگر انتقال مال بدهند یا اینکه مبادله مال کنند. و فکر میکنم که این یک دریچه بود که البته برای مردم ما باز است. بسیاری ها از این میدانند، بسیاری ها این چیز درک دارند و یک چیز شاید ما رو کسانی گوش کنند که از لحاظ نظریه خیلی قوت دارند، از لحاظ نظریه تجارت شبکه‌ای یا که از تجارت عنعنوی که در عصرهای 20 بود، شاید آنها دوستان زیادی دارند که سیستم تجاری خود را دارند. ولی من میخواستم یک چیز را روشن‌تر کنم که در عصر 21
عملیه قبول نمیشه، نظریه قبول نمیشود اگر عملیه نداشته باشد. گفتار کسی را گوش میکنن که در تجارت موفق باشد، کسی را پیروی میکنن و گوش میکنن و تجربه او رو میگیرن که اگر او چیزهایی رو به دست در آورده باشد که آنها گوییم که آرزو و هدفی بعضی اکثری مردم است که میخواهند که چنین باشند. برای همین خوب میشد که باز کارکردهای نوی رو در این سمت ببینند و رکن فرهنگی ملی ما رو که در ژنتیک در ارثیت ما هستن رو باز از سر نو بیدار کنند، رشد بدهند. برای بیدار شوی این گنی تجاری در گنفاند ملی ما شرایط ها بسازند و باز ما وقتی که مبادله مال کردیم می توانیم که بایگری زیاده به مملکت خود بیاریم و مردم رو از آن تامین کنیم تا اینکه اندیشرانی گویم که مردم روانه نشده باشد به آن که راههای نوی رو فکر کرده برای اینکه چطور مسئله های اقتصادی خود رو حل کنند، بلکه چیزهای تیار رو بگیرند و عقل خود رو روانه سازند به ایجادیات های نو، با آن سمت هایی که برای ملت ما خاص است و این سمت معنویات است و باز مردم رو از معنویات همه وقت بشریت رو درک بدهند و خوشبخت باشند. بله واقعا چنین است، چون همیشه ما باید شکر همون زمانی رو بکنیم که در اون زندگی داریم. اگر خداوند ما رو در این زمان هست کرد، یعنی چیزی در ضمیر ما هست که در اون با این زمان مطابقت کنیم، از اون آرزوهای خودمون رو پیدا کنیم و با آرزوهامون برسیم. مهم است که ما این منفعت ها رو، این امکانیت ها رو، این آن چیزی که هست امروز در دست ما، آنها رو بشناسیم. و تجارت هم یکی از همون نعمت هایی است که امروز ما بشناسیم مخصوصیت تجارت زمان خودمون رو و به قدر اون برسیم، از اون استفاده کنیم. و اون چیزی که ما در صحبت‌های پیشتر گفته بودیم که عصر 21 عصر خودشناسی انسان است و خودشناسی انسان رو باز هم آزادتر میکند. آزادی ما رو وقتی که ما آزادی مادی رو به دست می آوریم، آزادی معنوی ما، آزادی ذهنی ما آسان‌تر به دست میاد. و واقعا در تجارت عصر 21، در تجارتی که امروز در داخل اینترنت وجود دارد، تجارت معاصر میتوانیم بگوییم، این چیزها به هم پیوستند. عملیه و نظریه بر به بر می روند. زیرا انسان امروزه شاید وقت زیاد ندارد، باید وقتش رو بیشتر صرف کند برای خودشناسی و این مسئله های مادی رو، این نعمت است که در این زمان برای ما پیشنهاد شده است، مسئله مادی رو تیزتر حل کند و برسد به سر آرزوهای معنویش و سر آن آرزوهایی که در عصرهای گذشته درباره این آرزوها حتی آرزو کردن امکان نداشت. و امروز بینندگان عزیز، ما همه شما رو تبریک میکنیم که در زمان خیلی خوش، در زمان عصر 21 زندگی داریم. با امکانیت های آن آشنا باشید، از آنها استفاده برید، به همه آرزوهاتون برسید، از آرزو کردن نترسید. جایی که آرزو هست، امکان عملی کردن آن حتما هست، فقط اون امکان رو بجوید و از آن استفاده کردن رو یاد گیرید. باید قید کنیم که در حقیقت اون خدمتی که مردم تاجر در تامین امنیت اوضاع‌خواری میکنند، متشکری خود بیان کنیم، چون که هر یک چیزی که در جمعیت ما میبینیم این از گروه آدمان است که با آن مسئولند. مثلا بگیم که هست دانش مردم ما از معلمان، سلامتی از دکتران، بگیم که سیاست درست از حکومتداران، امنیت ما از کسانی که به این مسئولند و آن مگزین های پوری که میبینید و آن سری و فراوانی میبینید، این البته شکر خدا از آن کسانی هست که برای تامین اوضاع‌خواری زحمت میکشند. بگذار آنها سالم و بردم باشند و تجارت خود را به عصر نوین باز مطابق سازند. در اینجا صحبت ما به انجام رسید. به همه شما آبادی میخواهیم و بگذار عقل تجارتی همه ما و شما بیدار باشد.